салом хурдаракони ширин. биёед ҳарфҳои гузаштаамонро такрор бисозем ва ба мавзӯи нав шурӯъ намоем. А, е, у, о, ӯ, и, б, в, г, д, з, к, қ, л, м, н, п, р, с, т, х, ш, ғ, ф, ч. این حرفی ج است. جی کلان، جی خورد. حرفی ج حرفی همصدا است. در خط جی کلان و جی خورد چنین نوشته می شوند. حرفی ج رو در تخته صنف می نویسیم. جی کلان چنین نوشته می شود. اکنون جی خورد رو می نویسیم. کلمه های زیرین رو می خونیم. ج، ا، جا، می، می، جمی، لا، جمیلا، می، رو، می، رو، بد، می، رو، بد، ج، او، جو، جو، ر، او، ب، روب، جاروب، س، او، سو، سرود، سرود، ج، او، جا، جارو، جاروبش، جاروبش، دارد، دارد، میخوا، میخواند، میخواند، میبیند، میبیند. حرف ج در اول، مابین و آخر کلمه ها آمده می تواند. این جامه است. در کلمه جامه 4 حرف است و حرف ج در اولی همین کلمه می آید. کلمه های جزیره، جنگل، جواهرات، جوره، جراح، جوی، جرغات نیز با حرف ج سر می شوند. خواندن رو دوام می دهیم. ج، ا، جا، می، می، جمی، لا، جمیلا، 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 جاروب، جاروب، دارد، جمیله جاروب دارد. او با جاروبش، جاروبش خانه می رو بد و سرود می خواند. او با جاروبش خانه می روبد و سرود می خواند. خب اینجا کلمه جاروب و جمیله نوشته شده اند. شما می توانید که این کلمه ها رو در دفترچه های خود نوشته گیرید. در اینجا با ما رسمی آورده شده است. ما در همین رسم کی رو میبینیم؟ در همین رسم ما دختری رو میبینیم که در دست جاروب دارد و خانه‌شان را رفته ایستاده است. در همین جا شعر میرسعید میرشکر به خاطرمان می آید. گمان نبرید که من خرد هستم. انا میبینید جاروب در دستم. با این جاروبم خانه می روبم. این پاره شعری میرسعید میرشکر است و البته
در کتاب الفبای ما جای کرده شده است. بیایید میخوانیم. انا میبینید جارو در دستم. انا میبینید جارو در دستم. با این جاروبم خانه میروبم. با این جاروبم خانه میروبم. خب البته اینجا نوشته کرده شده است میر سعید میر شکر. خواندن را دوام میدهیم. گربه آفتاب رو میخوابید چوجه زردکک تنبال چشمو نش رو خلل نرسون ارزو میکنم بیگو چه جه و گربه چوجه و گربه در آفتاب رو میخوابید. گربه در آفتاب رو میخوابید. چوجه زردکک نل زد. چوجه زردکک نل زد. خز گفت او تنبل. خز گفت او تنبل. گربه چشمانش را باز کرده گفت. گربه چشمانش را باز کرده گفت. خلل نرسان در خوابم آرزو میکنم. خلل نرسان در خوابم آرزو میکنم. چی را؟ خودت بگو. بچه های شیرین، درسی ما به آخر رسید. خوشبخت باشه.